چی شده؟ چمدون چرا اینجاست؟ چیزی هستش که باید بدونی. فردا ما قراره بریم مسافرت. مسافرت؟ 여행간다고? 나 내일 출근해. من کار دارم فردا. میدونم. کجا؟ یه جایی. فردا بهت میگم کجا. دروغ نگو. بلیط هم نخریدی. من خریدم. من این چمدون رو جمع نکردم. من برات جمع کردم. این چمدون توه. 사실 재우 말고 다 알아. 또 누가 알아? 엄마 아빠 알아? 뭐뭐로 뭐뭐 دیروزم دیدیم ما. آره. هیچی نگفت به من. حتی همکارت هم میدونه. همکار کی؟ هتل رو رزرو کردی. خب پولم عوض کردی. آره. بلیط خریدی. چمدون رو جمع کردی. ولی به من نگفتی. دقیقاً. چرا؟ این خیلی مهمه. چون این یه سورپرایز بود برای تو. خیلی ساختن. من به تو دروغ میگم؟ چون تا موقعی که من اول آشنا شدی تا الان این کار نکردی هیچ وقت. خب الان انجام دادم. همیشه باید کارهای جدید انجام بدم. تکراری باشه که قشنگ نیست.